دوستان عزیز، اینجا توی این ویدیو من میخوام به شما نشون بدم که چجوری میتونید فرتلایزر NPK کود مخصوص درختاتون رو گیردهی کنید. ببینید عین همین شکلی که الان اینجا میبینید یه مقداری ما خاک رو زدید کنار، بعد شما کودتون رو به همین شکل میریزید تو این قسمت، کود رو به این شکل و خاک رو برمیگردونید سر جاش به همین راحتی. و مجددا اگر میخواید که آب بدید به درختتون، دوباره از همین کنار باید آب بدید، از اون مرکز به درخت به هیچ عنوان آب ندید. اینو حتما در نظر داشته باشید. اگر از اونجا از قسمت توبه به درخت شما آب بدید، درختتون رو مریض کردید. حواستون باشه که حتما کود از همین کنار، آبیاری هم از همین کنار، چون تمام ریشه های مویی این اطراف هستن. اون مرکز ما چیزی نداریم که بخوایم بهش آب بدیم و کود بدیم.